بسم الله الرحمن الرحیم. جدول خوب بخیر خواندیم و شما هم امور کردیم. امروز پیکچر میخوانیم. کدام کامند است؟ پیکچر است. توسط پیکچر می توانیم که در روی صفحه عکس بیاوریم. چی بیاوریم؟ عکس بیاوریم. که عکس که آوردیم دو حالت داره، لینینگ دوام فلوتینگ. لینینگ فلوتینگ. لینینگ در بین نوشته که عکس باشه او را لینینگ میگه. فلوتینگ فلوتینگ است. در بین نوشته که باشه. فلوتینگ است اصلا. صحیح؟ لینینگ اونو عکس را میگوید که در بین عکس باشه چهار پیش داشته باشه. فلوتینگ اونو عکس را میگوید که نصف نوشتهش بالا باشه پایین در مابینش عکس باشه. بغلش خالی باشه. آفرین. فلوتینگ استاد چی رقم؟ لینینگ در بینش عکس باشه چهار پیش نوشته باشه. فلوتینگ هم پایین نوشته باشه هم بالا. ببینی شاگردان ما چطور بتانیم که عکس بیاوریم. عکس از کدام کماند؟ خدا بی کماند. کدام عکس؟ عکس انتخاب کار عکس میخوای. اگر از اینجا ناوردی میخوای که آنلاین میاری اینترنت مثال فعال است. اینجا چی باید کلیک کنی؟ آنلاین. یک ویندو باز میشه دو باز سرچ کنی ولی آنلاین try again نیست. you need internet connection is مجبور هستی پس آفلاین بیاری. چه قسم بیاری؟ آفلاین بیاری. یعنی میتوانیم که آنلاین ما هم عکس بیاوریم. چه قسم عکس برده میتونیم؟ آنلاین میتوانیم که عکس بیاوریم. خب ببینید شاگرد اینی عکس است. insert picture اینی عکس. همراه عکس که بیاریم همراه عکس یک فرمت باز میشه. چی نام داره؟ فرمت پینتر. یکی عکس خورد کنی. عکس حرکت نمیکنه میبینی؟ همیشه حرکت نمیکنه در اپتکس باید بی سکویر باید بگیری. و remove background چی کامند نام داره؟ وی automatically remove unwanted portions of the pictures. بخشه ناخواسته را چی میکنه؟ از بین میبره. کدام بخش از بین میبره؟ کدام که شما را میخوایی کلیک کو. 5 کامند در بین و کامند باز شد. چند کامند؟ آل بخشه ناخواسته را از بین را کیپ کو. میبینی؟ خودش از بین میبره. آیا
ما میتونیم که دلخواه یک برگ و دیگه گل کلام کنیم نگاه کنیم. مارک ایریا تو کیپ، ساحه‌ای که تو مارک میکنی و ساحه برای چی میکنه؟ نگاه میکنه. हर कीप के पास remove background idwa mark area to remove sahe ke nami khoywara از بین میبرم. حالا keep chains دیدی یا نه؟ اول چی کار میکرد؟ ساحه خواسته برات نگاه میکنم. دوام ساحه ناخواسته برات از بین میبرم. سوم چی کار میکنه؟ این مارکر بटना رو میبینی؟ یا از بین میبره که کلیک کنیم هیچ کافی نیست. اینجا میبینی؟ چی میشه؟ مارکر رو میگم دلیت میکنه. فهمیدی که بمانه؟ و چهارم کامند چی است؟ عکس پس بالات یادی اولی بیارم. و کیپ خوب فهمیدین. کیپ وظیفه‌اش چی بود؟ هر تغییرات که میآورد دوباره نگاه میکرد. برو تو پنځه وړه کمانډ. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش پکچر استاد اومده موضوع که فایل کمند رو آغاز میکنه. مارک اکسس تو کیپ همون ساحه که ما خواسته باشیم همون رو بر ما نگاه میکنه. مارک ایریا تو ریموو او همون ساحه که ما برش انتخاب میکنیم همون رو بر ما از بین میبریم. آفرین. دلیت مارک همون ساحه گفتیم که انتخاب میکنیم مارکارش حتما از بین میبریم. دیسکارد آل چینز همون بعد حالات اولی خود مکسیمم نه و کیپ چین همون که نگاه میکنیم. Thank you. Discards. ای remove میگرام هم مشکل نیست. کمانड خوب میدی. صحیح کمانड. طبعاش چند کمانड بود؟ 5 کمانड بود. شما 5 کمانड. کمال چی کردین؟ فهمیدین. بعد از این correction میخوانیم. کدام؟ correction. رنگی عکس. اینجا که کرسر استارت کنیم اتومات سریع کمانड بحث میشه. improve the brightness, contrast or sharpness of the pictures. یعنی brightness و sharpness یک عکس زیاد و کم میکنه یا زیاد میکنه. brightness معنی روشن میسازه کنه. sharpness darkness میسازه. سیاه میسازه. تاریک میسازه. darkness sharpness میبینه. و کدام اندازه او عکس خودتان که اینجا بیاری باز میفهمی. اگر بخوای عکس سیب کنی رایت کلیک کو میتونی که سیب پیکچر میشه. اگر نشد پرینت اسکرین سیوار دا پایین پیستش کو 3D سابش کو. اگر بخوای که اینجا میده اپشنش برایتنس و شارپنس دلخواه زیاد و کم کرده میبینی؟ خیر ست بس بالات بدون از اینکه شما ایت کمانड نداری مثل فوتوشاپ هر کی سرش پارتی مجبور است که یک افکت برش بگیره. اما تو افکت پیش از پیش جور شده ایدامو یک افکت پارتی. خب رنگ های شناس colors. عکس با کدام رنگ میخوایی؟ اور ما خوی رنگ خوب مان میشه. شاکی سری گل روشنی به رنگ
شفاف باشه. ترانسپرنسی کدام جه کلیک کو، کلیک کنی که کدام جه بگرام شفافیت میدی اتوماتی جه خود داره میتن. اینجا هم آپشن هست کدام با این سویه دیگه گفتی میبینی؟ جست تلهایشان هست بس بخیر ستا اگر مردم با نقاش یک چیز میبره عکس بره ما یک عکس نقاشیش یعنی بکش کپیش در نقاشی بکن اینجا خودی نقاشی در عکس پارتو چیست؟ تو مانا میده که یک یعنی طبیعی نیست نقاشی جور شده دیگه اکثر هر عکس که شما بخواهید کو آپشنایشان از تغییر داده برو معلوم میشه مشکل ایسته که من فهم نیست بعد اینجا میم apply only on this picture هر تغییرات که میام ما میگم سر امو اصلا اپلای شو ببینی شاگرد ما که زمانی که عکس کراپ کنیم چی میکنیم کراپ شده نشد پس که کراپ کلیک کنم مساحه کراپ شده باز معلوم میشه نمیشه میبینی ببینی ساحه کٹ کردم خب معلوم میشه ما میخوایم این رقم یک کامند است که امیز کراپ کنیم مساحه معلوم نشه آس اینجا آره دیگه ساحه کراپ شده معلوم میشه نمیشه دیگه کامند است شاگردا تارگت اوتپوت زمانی که عکس شما اوتپوت یاره علی عکس شما اوتپوت میبینی یا نمیبینی یہ اوتپوت است یا نیست و ڈاکومنٹ اوتپوت است اگر پرینت میکنی اینی ریزولوشن میگه خوب است اگر شما در پیج شیر میکنی نی اگر شیر میکنی نی اگر سر ڈاکومنٹ نشان میدی نی یعنی سبق میں خوب معلوم میشه رقم یک مسیج آورد شما خود دلت که ایمیل میکنی شیر میکنی با کدام تارگتش دور به کدام حالاتش انتخاب کنی اینیه سایزش هم کم با کیفیتش هم خراب نشه اینجا گفته کنه نه کیفیتش بخی خوب نه excellent quality for most printer and screens good for web page and projectors اسی که او بس خوب میشه با خاطر برش کامندا دارم امو کار که سری عکس میکردی امو برش انتخاب کن مثلا دو پیج پلان میکردی دیگه کامنت داره عکس تبدیل میکنه یک عکس سری تبدیل شده نشد دیگه reset picture عکس رنگ داده میخوایم یک سایزش هم کلان کردیم یا خورد کردیم دیگه reset picture تنها رنگش جور میکنه و دوام reset picture هم سایز جور میکنم رنگش ایسه که بندم نفهمیدم اینجا فریمش داریم از عکس‌ها
کدام فریم که میگیری؟ اینجا پیکچرشان است. چیشان است؟ ساری باردارشان است. کدام رنگ باردار باشه؟ نو نباشه. مور کالرز دیگه رنگ ها باشه. RGB red green blue. د باردر کدام سایز باشه؟ د باردر کدام رنگ باشه؟ سایز استایل. دوه معلوم نمیشه زمانی که عکس فریم گرفته باشه. حالا ببین گرفتم یعنی حالش هم رنگ معلوم نمیشه. چون اینجا تغییر است دیگه. فریم ها را گرفتم، خود عکس اصلیش نیست. یک فریم دیگه فریم که بگیری معلوم نمیشه. ماستر عکس میارم. insert picture. رنگ میتونم بگی فریم. حالا معلوم نمیشه. دبل بیت شو معلوم میشه. اینجا میم سایزش یک استایل میده. میبینی میشه که خورد و کلام کنی از این طریق. دیدی چیکار مطلب میدانم؟ خورد و کلام. اینجا میتونیم افکت سرش اپلای کنیم. کدام افکت باید بگیرم؟ افکت شده نشد خلاص که باشه. مفت افکت است میتابلش. افکتش اینجا که بیم اپشنم دارم. تاپ لیولش کدام استایل باشه؟ این استایل 120 باید بارش باشه. زیاد شد بارش. 90 باید باشه بارش. هشتاد 50. هایت بلندیش چقدر باشه؟ 96. ویدتش چیست؟ هایت دا ویدتش چقدر باشه؟ 60. رنگ دا بین یک خط دیگه فاصله ایش شفاف دیگه هم استایلش ریست میکنی نی دیگه هر پروگرام شما کوشش کنی قسم جور کردن نمید که اگر جور کنی وقت میگیره شما عجب شاید شدی بست میگیره چی گفتم هست؟ چی گفتم؟ چی که بارش گفتی 3D افکت نکنم. ها؟ 3D افکت نه. آفرین چیزی که بارش گفتی. حالا اینجا میم جد نامه داره شروع برش داده میتونم چی؟ صحیح غلا خوب در تکس کار کردیم یعنی بله. افشانم داره و ورچی داره شروعی نویدین یا ترانسپرنسی و سایز وقت تکراری میشه و ده هم تاب کار کردیم. ریفلکشن انعکاس هم برات کار کرده بودم.
گلو چار پیر که گفتم که رنگ باشه. سبتیج و باول و 3D. باول مطلب این یک ستیلا میگه. صحیح؟ و 3D روتیت کرده میتونی. میبینی؟ هر طرف چی روتیشن داره؟ 3D روتیشن داره. ایران میتونی. دیگه کامند سبتیجش بنده. سبتیج چی کار میکنه؟ این رو ریکاردم گرنگ می به این خاطر که پکچر گرافیک انسرت اکساس نیست. عکس مثال خورد کرده. دیگه هم خورد کرده. اینجا آمدیم با یک رابتکس سکویر میگیریم و با دیگه عکس راب سکویر. حالی دا اخبار اگر دیده باشی دیگه میخوایم که دو عکس مرج کنیم. چی کنیم؟ این دو دانه عکس باید مرج شود. که چه مرج شود معلوم میشه کنه اتومات که دو عکس هست. معلوم میشه نمیشه؟ ما میخوایم که زیاد باید معلوم نشود. فرمت بیا سبتیج 40% کم زیاد 50%. اینیم سبتیج. الان معلوم میشه؟ یخی نمیفهمی؟ سبتیج شما اولا تو ببینیش. یک طرف شاتو میزنه دیگه طرف بویش نرسی. اتحاد و اتفاقی. خب مشکل نہیں نیست نه؟ ها؟ سبتیج کار کنی این جگه. تو عکس بیاری را استفاده کن. هر چند % که سبتیجش میگیره. سلکت کنه وقت بالا سبتیج. چی شد؟ حالا بخی زیاد شده. اون نظر بکس از جلو. شاید تو سا جور شو گیج معلوم نشه. همین معلوم نمیشه. سرکم دارم تا روش یا پشترش معلوم نشه. مثال خو سبتیج زیاد بود. حالا سبتیج چی شده؟ سبتیجش کم شده. سبتیج شده؟ کم شده. یک عکس است. و دیگه اینجا پیکچر لیاوت هم عکس باشه هم نوشته باشی. سمارت آرت است. کامند اینزرت تب دیگه است که دو باز بخیر میخوانیم اینی است. اینجا آمد عکس شکل عکس تغییر میکنی. مثال اینجا هم عکسش باشه. مثال اینجا ما نوشته میکنم QDAT DL CL یا اینجا میتونه عکس بگه. خب خیر این یک کامند است برای همین چیت بشه اینجا insert smart art